سلام میکنم به همه دوستان عزیزم. امیدوارم که حالتون خوب باشه. به یه برنامه دیگه من خوش اومدید. دوستان همونطور که میبینید میخوام یه کیک درست کنم. کیک کشمش و گردو که بسیار کیک خوشمزه و تو این فصل پاییز هم خیلی میچسبه، مخصوصا تا عصر پاییزی با چای این کیک عالی میشه. خب حالا بریم که مواد لازم رو براتون بگم. مواد لازم این کیک: تخم مرغ، 1 لیوان روغن، 1 لیوان ماست، بیکینگ پودر، کشمش، گردو، شکر، آرد، گلاب و وانیل هست. حالا ما برای درست کردن این کیک اول 4 تا تخم مرغ رو داخل یه ظرف میریزیم. بعد 1 لیوان شکر داریم. یه لیوان پر شکر داریم، داخل تخم مرغمون میریزیم و هم میزنیم. یک کمی هم وانیل میزنیم. ببینید به این حد که رسید ماست رو داخلش میریزیم. روغن میریزیم. 2 لیوان آرد داشتیم. 2 لیوان هم آرد داشتیم. 1 قاشق بیکینگ پودر داخلش میریزیم. بیکینگ پودر رو خوب با هم مخلوط میکنیم و 1 نصف قاشق هم هل داشتیم. این هل هم به آردمون اضافه میکنیم. یک کم هم گلاب داشتیم، گلابمون هم اضافه میکنیم. بعد آردمون رو روی مواد الک میکنیم. با دور کند 1 کمی هم میزنیم.
بعد گردومون رو اضافه میکنیم، کشمش رو اضافه میکنیم بهش. این موادمون الان آماده شد، میذاریم داخل قالب، میذاریم توی فر. خب الان قالبمون رو آماده کردیم. این یه مقدار روغن ریختم، یکم آرد پاشیدم. حالا این موادی رو که آماده کردیم از قبل رو داخل الان این کیکمون آماده شد، داخل قالب ریختیم، میذاریمش داخل فر 180 درجه به مدت 45 دقیقه. قبل از اینکه شروع بکنم به مواد درست کردنم 10 دقیقه زودتر فرم رو روشن کردم و حالا کیکمو میذارم داخل فر. ببینید کیکمون آماده شد. به به. خب عزیزان الان این کیکمون از فر اومد بیرون. حالا این کیک رو میذاریم اینجا به مدت 10 تا 15 دقیقه که کاملا سرد بشه. وقتی که سرد شد از قالب درش میاریم و میتونین نوش جان بکنین.